سلام دوستان از این نازنین، امیدوارم جور و صحت باشین در هر جای دنیا که هستین. یک بار دیگه به طول نوین خوش آمدین. امروز خواستیم از همون شهر کنی دبی که لابالا خدمتتان عرض کردیم که به نام دیر دبی میگه و بازار مرکزی برای توریستایی که اینجا میان. البته دبی دو قسمت شده، همون که دبی جدید دبی قدیم است. یک دایی که واقعا اقتصاد خوب ندارن خریدایش از این بازار میکنن و اون کسایی که اقتصاد خوب داره طبعا از همون سنترا یا از همون دبی مال یا امارات مال یا جای دیگه خرید میکنن. ولی خب اینجا برای کسایی است که واقعا یا کمی کم بغل هستن یا کم اقتصادتر هستن، اینجا از اینجا خرید میکنن. اینی مراکزهای خرید است برشان که تمام چیز داره. اینا انواع چیزی که شما ضرورت داشته باشین داخل از این مراکزهای خرید پیدا میشه. اینا از 1 درم تا 10 درم نوشتن، ولی خب حالا قیمتاشون یک کمی زیادتر شده. همه تا پیش میریم دوستا، لابالا تا مراکز موبایل فروشی رو براتون بگیریم. یک کم اینجا اون کالا رو میبینین خودتان، نرخ نوارخشه دیگه. کالا اینا واقعا ارزان از بد نیست. معمولا کالا 30 درم 40 درم اینا در برابر یک چیزی 10 دلار 12 دلار 13 دلار اینمی کالا ها را میته که معمول یک نرخ بسیار طبیعی است. البته خب این کالای خوبیش هم نخواد باشه، ولی خب جایی هست که دنمی پول کالای رو به همین نرخ میخرین. حالا پیش بریم ان شاء الله آستا ما رو همراهی کنین تا پایین از ویدیو تا ببینیم واقعا که چی چیزای داخل دیر دبی رو پیدا میشه. اینجا از اون ماشینای لوکسوس و مدرن بالایی که نزدیکای دبی مال اینجا پیدا میشه نیست، ولی خب ترافیک به اندازه کافی است. بازم ماشیناشون خیلی شیکتر از جای دیگه است. یه مو دکانایی بود که براتون گفتم که از 1 درم تا 10 درم یا 1 درم الی 5 درم نوشته. خب ولی خب داخل میره جنسای دیگه هم بیشتر از اینا قیمت داره. اکثر چیزا 10 و 20 نام هست. ولی خب چراغانشان هست همیشه به اندازه کافی چراغ استفاده میکنه برای نورانی شهر و برای نورانی کاربارشان. ما گفتن همانا دوستا که نمی موبایل فروش ها اکثرتشان یا افغان است یا وطندارای تاجیکستانی ماسته یا که ازبکستانی است، ولی افغان ها ماشاءالله بیشتر در اینجا دکان از دیگه مردم کده موبایل فروش زیاد داره. اون طرف هم وطندارای دیگه ما زیاد در بخش کالا و این کارهای دیگه مصروف است که حالا میریم ان شاء الله خواد که یکان تایشون رفتیم یک صحبت داشتیم. چهارراه و سرک اینجا زیاد است. بازار به طور نامحدود بزرگ است، ولی خب ما یک طرفش میریم که بازار آغاز کنیم با شما. البته اونجا که ما شروع کردیم به فیلم گرفتن اونجا اول بازار بود. وارد بازار دیره میشیم که به هر حال اینا میریم کم کم پیش، همونطور میریم مستقیم. میام بخش موبایل و آیپد و تبلت و چیز کامپیوتر اینا. واقعا سر شام است، مخلوق واقعا بسیار زیاد است. کوچه های بی سر و بی بر افتاده از ماشین پر.
خلاصه دوستا چی بگویم، دکان است، کوچه است، بازار است، مخلوق است، روزها بگردی یا تمام نمیتونی. ولی خب اساسا میریم داخل یکان تا از دکان ها شویم، نرخ‌ها را بر شما بپرسیم، کالاها را ببینین. همونطور که خدمتتان عرض کردم خیلی چیزا اینجا پیدا میشه، انواع کالا، انواع لباس، کیف، کفش. اون طرف یک جای است که ماتریال های کاربار هم میفروشه، وسایل کاربار. به هر حال میریم اساس ما را دنبال کنین تا پایان از ویدیو. بله دوستا، وارد یک از این کوچه ها میشیم، بریم نگاه کنیم که داخل از این کوچه میگم دکان افغان ها خیلی زیاد است. همونطور که خدمتتان عرض کردم کوچه بینا بسیار زیاد است، چهار طرف میبینین بازار است و کوچه است. ولی خب وارد یک کوچه میشیم، بریم میبینیم که میگن اینجا دکان افغان ها بسیار زیاد است. این دوستا یک از کوچه‌ای که خدمتتان عرض کردیم تماما دکان‌های لباس و پوشاک هست اینجا بیشتر، کیف و کفش. اینجا هم لباس های بچگانه و دخترانه از یک درم تا 19 درم. در عربی هم نوشته است کل شی یک الی 19. آرم جمهوری ترکیه هم زدن. واقعا تا چشمتان کار میکنه بازار است، یکی خود خرید کردن است، یکی که از این که میای یک جای گرم آزاد و این هم آدم هم میبینی. راستش ما در کشورهای اروپایی هستیم، اونجا هم خیلی سرد است، هم به اضافه سرد بودن اینقدر جنب و جوش نیست اونجا متاسفانه. حالا اینجا آمدیم واقعا برای ما یکی واقعا خیلی خوش گذشته، چون همیشه پر از جاده ها پر از آدم بود که ما اینقدر آدم رو در نروژ وقت نمیدیدیم راستش. اون پیرنا و لباس های دخترانه. بله دوستان، همونطور آهسته آهسته آمدیم تا رسیدیم به آریانا افغان رستورانت. راستش ما هر وقتی که میاییم همینجا میایم، انشالله میریم ببینیم که اینا چه غذایی را دارن. شما اگر تشریف آوردین حتما بیاین اینجا، واقعا غذایشون بی‌نظیر است، غذاشون خیلی خوشمزه است. نگفتن همانه که در این دیر دبی یک 4 تا رستوران افغانی هست، یا بهتر است بگم 4 تا رستوران افغانستانی است. بله دوستان، توی خدمتتون عرض کردیم آمدیم در یک از رستوران‌های وطندارای افغانستانی ما
که غذا بخوریم. راستش بسیار غذای خوشمزه داره. در چند سال اخیری که من اینجا میایم همیشه در این رستوران میایم و غذا میخورم. اگر شما هم تشریف آوردین حال ما مینه از اینا را بر شما در فیلم میمانم، شما هم نگاه کنین که اینجا تشریف آوردین نام از این رستوران چی است و چطوری باید بیاین. یا نرخ و نوارخ از اینا یک مایچه پلو 35 درهم، یک چیز زیر $10 میشه. یک قابلی با گوشت زیر $10، یک برنج ساده با مایچه زیر $10. یعنی تو غذاها دارن. به هر حال زیاد وقت ویدیو گرفته نشوه. یعنی غذاهای 4 نفره و 5 نفره و 6 نفره ایشان است که همونطور که شما میبینین. نرخ و نوارخشان هم در بغلا نوشته است. مثلا 26 درهم، 48 درهم، 48 درهم،